آقای سلوا امشب میخوایم واسه اولین قسمت بشینیم. به اولین قسمت پادکست بشینیم. خوش اومدید. به قسمت اول پادکست خودمونی بشینیم. آقا چی کار باید بکنیم؟ استرس داری؟ نه استرس. قشنگ استرس داری. آقا یه پادکست خودمونیه، بعد اصلا کات نداره، همینه، ریله. این خیلی تو ذهن من بوده، این چند وقت من اصلا دلم میخواسته این کار رو انجام بدم. واقعا روزمره همه چی. میدونم ما چیکار باید غذا بخوریم، در مورد غذا بذار دارم آقا توضیح میدم. بنده دیگه میذاری نمیذاری من برم؟ نه یه پادکست خانوادگی، کاملا بحثای روزمرگی خانوادگی، راجع به ویدیوها، راجع به هر چی. یه فرقی داره. سفره داریم، پای سفره. ببین این چی شد اصلا. این ایده این چنل رو عمو سهیل داد به من، عمو سهیل پرنگ. همون روزی که داشتیم اومدن خونه ما غذا داشتیم، من قرار بود پادکست بزنم، یه پادکست عادی می‌خواستم بزنم. عمو سهیل گفت چرا؟ چون یه سری صحبت‌های خیلی رندوم اومد توی غذا، یعنی موقعی که غذا می‌خوری یه سری صحبت میاد دیگه. دل کردیم من و سهیل. با قرار شد سر سفره قشنگ سفره رو بندازیم، یه پادکست سر سفره بگیریم. باحالی نیست؟ خیلی خودمونی فرم. اصلا نظرتون راجع به همه چی بدید. اولین قسمت خیلی باگ داره، قطعا خیلی چیزا مشکل داره. تو چرا صحبت نمی‌کنی ماما؟ دارم گوش میدم عزیزم، بگو. نمیذاریم حرف بزنیم. چی؟ اولین چیزه. گفتی ساکت باشی من توضیح بدم. من توضیحات یکی حرف بزنیم. اصلا ببین اولیش قلق کاری داریم، یعنی این هر چی باگ و اینا داره. من معذرت می‌خوام ازتون نزنم. آقا باگ چیز الان باگ داره. کل زحمات سفره‌هایی که قرار ببینید تا الان تا آخر این چنل مادر من قرار کشه. تو چی که آقا تو کدومشو درست کردی؟ ماما یه یه توضیح بده راجع به غذا. سفره امروز ما سفره گیلانیه. به به. خب باقالی توضیح بده قشنگ. این باقالی قاطو بگو قشنگ. چی بگم؟ چی یاد؟ نه بگو چیه. باقالی قاطوق میرزا قاسمیه. نه قشنگ بگو. باقالی قاطوق بذار آقا مامانی شما. مامان گفتم تو مادری. این باقالی بذار بگو. باقالی قاطوق، خب میرزا قاسمی و مرغ ترش که شما خیلی دوست دارین. اون چیه؟ کارامل ترشی انبه داریم، زیتون داریم. عالی. ما شروع میکنیم به غذا خوردن. اینو بذارم من حرف بزنم الان بفهم. اینو بذارم این برام بذارم. چرا بیشتر آقا اگه بگم بازم اگه باگی چیز داره اسمش هم بشینیم. اسم این چنل یه خیلی خودمونیه. بریزم برنج براتون. من اجازه بده بریزم. خودم از خود هر کی از خودش بریزه. آقا من امروز بحثی که میخوام اولین ویدیو این چنل بکنم راجع به شروع یوتیوبمه. خیلی دوست داشتم یه روزی توی چنل خودم راجع به این داستان صحبت بکنم. چی شد؟ اولین روزی که من اومدم به تو گفتم میخوام یوتیوب بزنم قبول کردی من این کارو بکنم؟ اول قبول نکردم. چشم بسته، خیلی چشم بسته. من اصلا نمیدونستم یوتیوب چیه. خب چی شد؟ بگو بهم توضیح. همین رو میخوام ببین مخاطب. من خودم نمیدونم این سری چیزا. الان من با مخاطبا میتونم صحبت کنم. یه توضیح بده. میخوام اولین بار توی این چنل باشه اصلا راجع به این داستان ما بکشی. میکشم بذار من برای یه دونه بیشتر نه دستت. من با مخاطبا میتونم صحبت کنم، یعنی با اونا باید الان صحبت کنم. روزی که من سهیل وارد یوتیوب میخواست بشه همینجوری میرفت توی اتاق درو میبست. بعد منم خب نمیدونستم چی کار میکنه دیگه، اصلا آشنا نبودم با فضای یوتیوب و کامپیوتر و کلا. حقیقتش یه مقداری هم سهیل میترسیدم تو میری تو اتاق در میبندی میدونم چی کار داره میکنم. بعد اومدم 18 سالتم بود، تازه دبیرستانتم آخرین سالی بود که یه مقداری من در مورد درست باهات چیز داشتم، جنگ و دعوا داشتم که درس نمیخوندی. خدایی درس خون بودم یا نه؟ درس اصلا نمیخوندی ولی باهوش بودم. مدرسه خیلی باهوش بودم، واقعا باهوش بودم. اصلا تو خوشبختانه هوشت به مامان رفته.
یعنی چی؟ من آدم کنزم اولین بار تو زندگی داری هم مامان تعریف می‌کنی. من بعد حالا ولشون. هم ترسم از اون بود که تو درس یه موقع مثلا نخونی میری اونجا مشغول چه کاری هستی نمیدونستم. خب هم از اون ور میگفتم که خب الان درسش تمام شده بره خدمت، درسم که نمیخونه دانشگاه بره چیکار بکنه. یه روز در وا کردم میدم داره با چی صحبت میکنی، با تلویزیون بود، مانیتور بود، دوربین بود، چی میگذاشته؟ گوشیده گذاشته بود، یه دونه از اینا گذاشته بود روی دیوار، گوشی رو گذاشته بود روی این، بعد نشسته بود همینجوری صحبت میکرد. من بودم سهیل چیکار داری میکنی؟ گفتم چیکار داری میکنی سهیل؟ بعد گفتش که بابا به من ایمان داری. یادته؟ همینجور واقعا رندوم ها، اصلا هیچ توضیحی راجع به یوتیوب هم نده بودم به. اصلا من فکر میکردم آقا داری کار بد میکنی. آره اینا تو تا ببین اون موقع اینجوری نبود که مردم آگاهیشون، خود من آگاهی نداشتم اصلا نمیدونستم چیه که. بعد اومد گفتش که بابا، گفتم چیه؟ یادته؟ بعد گفتم که گفتش بابا به من ایمان داری؟ گفتم آره ایمان دارم. گفت به من وقت میدی 2 ماه؟ گفتم برای چی؟ گفت من این کار رو دوست دارم با مردم صحبت کنم، با بچه‌ها صحبت بکنم، خوشحالشون بکنم. بابت اینم یه فضایی هست به نام فضای مجازی یوتیوب. گفتم یوتیوب چیه دیگه؟ هیچ اطلاعی از یوتیوب نداشت. من فکر کردم مثلا تویوپه. گفتم به جون بابا میگم به من میدونی چی به من به جان بابا بزرگ. گفتم فکر کردم گفتم تویوب چیه؟ گفت بابا یوتیوب یک فضای یه شرکتیه که میری اونجا کار میکنی، با مردم صحبت میکنی، تبلیغ میذارن، پول میدن. من به تو زود شما بخور آقا تو چیز نکن اصلا. چرا خجالت جدگیر شدم؟ راحت بخور غذاتو. من به تو زودتر گفته بودم از بابا. اول اومد پیش من هیچ پولی نداشتم، یعنی هیچی نداشتم، واقعا صفر بودم. حالا میرسیم به بحث مالی و اینا میرسیم. من همه چی انقدر زیاده حرفا من نمیدونم هنوز، میگم باز اولین قسمت باگ زیاده، درستش میکنم هر باگی هست. من اون موقع بعد ورشکستگی شما بود داره یه دوره ای از زندگی ما بود که پدر من ورشکست شده بود، وضع مالی بسیار خوبی داشتیم که خراب شده بود و مادر من میرفت سر کار و من از 18 سالگی به بعد گفتم باید یه کاری بکنم که این کار تو ذهن من چی بود؟ یوتیوب بود. چجوری من اصلا آشنا شدم؟ پیش خودت این حرف رو به من نگفت. نه اینا پیش خودم بود. چی شد من با یوتیوب آشنا شدم؟ من برنامه ریخته بودم 3 تایی با علیرضا رفیق قدیمیم، رفیق 15-16 سالم، علیرضا ایق و از ویدیو اول هم هست، با پسر خاله‌شو. من قرار بود یه چنل 3 تایی بزنیم با امیر قرار بود یه چنل 3 تایی بزنیم با هم دیگه که مثل بقیه کارامون نشد. من گفتم حاجی من تنها میزنم، چون با اون خیلی من اصلا میرفتم کلاس که مسخره بازی دارم. من عاشق خندوندن بودم. من دیدم از راه بازیگری نمیشه برم، یعنی هر چی رفتم جدیدم بازیگری الان نمیشه. رفتم دیدم یه چیزی به اسم یوتیوب هست، میتونم از این راه هم مخاطب واسه خودم جذب کنم، هم میتونم مردم رو بخندونم، هم درآمد داره. ولی باور کن فکر درآمدش نبودی. فکر درآمدش اصلا نبود، فقط فکر خنده بود. من گفتی بابا من دوست دارم مردم رو بخندونم. آره من تعریف کنم یا اینو بگم بعد تعریف کنم. اولین کسی هم که آشنا شدم باهاش آریا کیوکسر بود. آریا باهاش آشنا شدم، خودم دیدم پول داره در میاره، قشنگ داره چیکار میکنه، چه مخاطب داره، چقدر دوستش دارن و باعث شد من سمت یوتیوب. اومدی به من گفتی اولش دیگه. چی گفتم؟ اومدی مامان یه چیزی بهت نشون بدم. گفتم باشه. اول نگفتی که من میخوام مثلا این کار رو انجام بدم. گفت مامان این پسره رو دیدی، این پسره رو میشناسی؟ گفتم کیه؟ آریا نشون دادم. آریا رو نشون دادی، داستان زندگیشو داشت میگفت که من با یه موبایل اومدم رفتم ترکیه و همه رو برای من گذاشتی کامل فیلمشو دیدم. یادته؟ بعد گفت مامان من میخوام مثل این بشم. من میخوام مثل این بشم. گفتم خب بشو، من کاری نداره. من خب فکر نمی‌کردم مثلا امکانات و اینا میخواد دیگه، فکر می‌کردم اینجور راحت. گفت مامان پول میخواد.
بعد چیکار کردی؟ مثلا پول میخواد. من اولش می‌خواستم هر چی داشتین فروخت. اول من با گیمینگ میخواستم شروع بکنم یوتیوبمو. آره چیکار کردیم؟ بابام یه رفیق عشق داشت که بابام برگشت گفتش یه رفیق دارم خدای کامپیوتر. غلام. حالا اسم چرا؟ غلام باشه. و اینکه من پول نداشتم، PS4 هم فروختم هر بار به مامانم. ماشینت هم فروختی؟ نه من پول کم داشتم از مامان گرفتم. اون موقع مامان کار میکرد. اون موقع حاجی این مادر من هر چی در آورد و به من داد یه سیستم کردم ویدیو گیمینگ میذاشتم اون اولاش و شروع کرده بودم به کار دیگه. بابامو راضی کرده بودم. سرتون رو درد نیارم. چی می‌خوای؟ گفتم بابا تو یه ماه وقت داری. گفتی یه ماه به من وقت بده. من می‌خواستم بفهم سربازی. گفتم سوال 2 ماه وقت داری، یا این کارتو به من ثابت میکنی یا شناسنامه و سایت باید بری خدمت. سربازی آره. حتی تو خودت هم راضی شدی. من تاس کردم گفتی موهامو میزنم و اینا میرم. یه روز برگشت اومد به من گفت بابا بیا اینجا. گفتم چیه؟ مانیتایز شده بودی و اینا؟ نه مانیتایز نشده. نه بعدش رو دارم میگم. هنوز خیلی مونده. آها نه ببخشید. ببین هنوز من و تو میترسیدی ما رو هم بفروشید. ما میرزا قاسمیان رو چجوری درست می‌کنی؟ یه کلمه دیگه تو توضیح به من بده. جانم خوشمزه است. بادمجون کبابی، گوجه رنده شده، تخم مرغ، سیر فراوون. من بد می‌زوازم ها. میگفتش که چیزه اینا کار نمیشه. شما دوتا آره خب بذار بگم بین هم میگفتی وقتی من اون موقع اولش یه چیزا میدونی که بابا کلا فلسفه‌ش اینه که اگه بچه یه کاری بخواد بکنه جلوشو نباید بگیری، باید بره انجام بده. اگر موفق نشد نگه آقا چرا جلوی منو گرفتی نذاشتی. نگرانی می‌کرد. این یکی از اخلاق خوبه بابا. آره من خودم یاد گرفتم. ببین هیچ چی بهت نمیگه، باید بری بیفتی تو چاه، اگه چیز بدی باشه خودت بفهمی. بعد اولا اینجوری که بره برمیگرده اشکال نداره. بعد دفعه بعد دوم سوم گفت نه یه کارایی داره میکنه. چی میگفتی؟ جون من بینم چی میگفتی؟ همین ما یه بار چرا دوتایی چی میگفتی؟ وسایل رو میفروخ یادته؟ نه وسایل رو ول کن. من آقا یوتیوب کار میکردم درآمد نداشتم. من یه مقداری حقیقتش خودم شرمنده میشدم که نمیتونم، وضع مالیمون خراب بود، ورشکست شده بودیم دیگه. یه مقداری ناراحت بودم که نمیتونم بهت کمک کنم. بعد دیدم که رفتی توی اتاق بعد از 20 روز یه ماه اومدی گفتی بابا، گفتم به کجا رسید؟ گفتی که من پول نمیداد هنوز. پول نمیداد. نه گفتم چجوریه؟ گفتی که بعد ارتقا بدم کارامو. گفتی باید اینو یه مرحله ببرم بالاتر. چی بود حالا؟ من با یه دوربین کوچولو گوشی بود. اول گوشی بود. من رفتم دیدم همه یه نور گذاشتن بالا سرشون، من نور ندارم. رفتم با بابام، میدونه حاجی من میفهمیدم بابام نگرانه این که این چه کاری میشه نمیشه ولی میکرد. یه کارتون برداشت برش داد، فویل زد، یه واسم یه سافت باکس درست. رفتیم توی اینترنت دیدیم چجوریه. گم کردم با کارتون پفک. من یه مقداری هم خب فنی هم دیگه. خیلی فنیه حاجی واقعا. همیشه یه پیچ جا میذاره هر چی میخواد درست کنه. یه دونه یکی اونو درست کردی براش، یکم یه پایه ثابت برای دوربینش درست کردی یادته؟ یه پایه ثابت رفتم پایین جوش دادم. خب برای دوربین در این پایه ها نداشتیم که. بعد گفتم خب این یه 20 روز یه ماه دیگه اینا رو همه رو میکنه میندازه دور میره یه مغازه یه چیزی، یا آرایشگری چیزی هم من براش دیده بودم، حتی فهمیده بودم داره نمیشه، سخت بود حاجی. این ریاکت میرفتم چیز نه چیزای مختلف، تیک تاک انیمیشن حاجی دیدم نمیشه. ادیت هم بلد نبودم، ادیت های بد میزدم. گفتم بعد ادیتور بگیرم. اولش پول نداشتم، چیکار کردم؟ میرفتم سر کار که پول ادیت بدم. من آقا سوپرمارکت کار گندی ترم، نمیتونم کسی بالا سرم بهم بگه چیکار کن چیکار نکن. اول رفتی آرایشگاه؟ رفتم سوپرمارکت. سوپرمارکت آره. حاجی من یه روز از سوپرمارکت دیدم یارو اینجوری میکنه، تیو بردار اونجا رو تی بزن. حاجی من اونجی نه یه بار نه میگم اول تی بود. میگه به من دارم یه تی بزن.
باشه. بعد یه پسره سابکار نبود، یه پسره من یه لول ریغو داشت من رو تی بزن اونجا. حاجی منو میگی؟ گفتم ببین من تی میزنم اینجا ولی دهنه تو رو سرویس میکنم. حاجی تی زدم 5 دقیقه بودوشه کار میکردم، تی زدم رفتم نشستم اینجا حاجی تو خودم گفتم سابکار بیاد من بگم حاج حقوقمو بگیرم برم. 5 دقیقه کار یه ساعت اینو من یادمه. نه اومدی خونه گفتی بابا من کار کردم حقوقمو نداده. اصلا نه با اینجا نیست. اون یکی دومیه، کار دومی نه سوپرمارکت نیستون بابا، این واسه دومی سومیه. دومی است. رفته بود پدر ما رو اصلا نمیدونه ما چیکار کردیم. رفتم اونجا یه روز رفتم بعد هرکی گفتم حالم بده میخوام من خونه. روز دومی که رفتم سوپرمارکت بار اومد حاجی. این گفت خالی کن و اینا. هر روز یه جوری با من حرفی زدن حاجی. من خسته کوفته اومدم خونه به اون گفتم دیگه نمیرم. روز دوم گفتم نرو. بعد حاجی من اسکول گفتم که واسه 2 روز پول میدن. زنگ زدم یارو گفتم حاجی حقوق 2 روزمو بده من دیگه نمیخوام بیام سر کار. برگشت گفت یه دونه پرتقال بردی یه دونه بیسکویت بردی 2 تا کاکائو همه رو خورده بود من حساب کرد با حقوقش. بعد دیگه هیچی نگرفتم و اومدم خونه دوباره ایتم خودم میزدم دیدم باز نمیتونم. رفتم کجا؟ آرایشگاه. حاجی من مگه بعد چیز نرفتی؟ بابا من پیش یه بار مصرفی اول آرایشگاه بود. رفتم آرایشگاه پیش یکی کسی که میرفتم موهامو میزدم. خب اونجا برگشت به من گفت حاجی ما یه بار مصرفی داریم. یه دقیقه ببخشید من پام خیلی خواب رفته. ما یه بار مصرف فروشی داریم برو اونجا کار کن تو خوراکت اینه. باز رفتم اونجا یه روز اوکی بود واقعا. 2 روز 3 روز نه اینم بگو رفتی اونجا برای من سطل آشغال آوردی روز اول هرچی خودت هرچی اونجا میوردم واسه مامانم. بابا چیزی نمیخواد. اصلا دیوونه بودم. بعد یکی اومد اونجا یه پسره از من کوچیک‌تر برادرزاده این بود. حاجی این رفت تو مخ من دیگه. توکس پسر خیلی توکس بود. منم بابا من حاجی خیلی ردیم بابا. من اصلا یله‌ام جنگیم بابا قاطیم من اصلا هیچی نیستی ولی نمیتونی. پسر تو مگه نیستم تو پسر منی ولی زیر با یوغ کسی نمیتونی بدی. ما رفتیم اونجا دیگه پسر اومد این شروع کرد اونجا رو تی بزن دوباره. حاجی مگه میشه تی بزن؟ بعد برادرزاده صاحب کار ما بود ما چیزی نمیتونستیم بگیم. اونجا بیشتر موندی نه؟ بعد حاجی من هم تو ذهنم چی؟ دوباره همون شد که فقط اینوار یکی که همسنش هم کوچیک‌تر. بعد تو بیا به اینا ثابت کن تو قرار یوتیوبر بزرگی بشی. من تو ذهنم از همون موقع تو ذهنم از اون موقع تو ذهنم بود که الان من کوچیک همتونم ولی از اون تو ذهنم بود که یوتیوب من نتیجه میگیره این کارم. الان اگه گفتم سوال تو باید صبر کنی تو باید دووم میاری این بهت میگه تی بکش اوکی میگه تی بکش. آره مامانم یاد داد بهم. آره راست میگه این بهت میگه تی بکش اوکی تو تی بکش چی میشه مگه هی میگه تی بکش. من دیگه نتونستم تحمل کنم. دوباره نتونستم تی کشید نتونستم دوبارش تحمل کردم. تی کشید برده چیز آقا بعد تی کشیدن که اوکی. صاحب اونجا من دیدم منو برده بود اونجا اسباب کشی خونه شون کارای پشت صحنه ماشین لباسشویی انداخته بود رو دوشش. من چند 18 سالم ببره بالا 18 سال. من اونجا دیگه بهم برخورد گفتم نمیخواد بری دیگه سوئد. دروغ میگی گفت برو. من بار ببر برو اونجا. من میدونستم بابام سر کار و استرس سر گفت برو ولی من اینجا واسه دومین بار تو رو بابام بلند شدم گفتم بابا جان تو روش نه میدونستم قراره کار نتیجه بده. گفتم یکم صبر کن آقا من اینجا میام بیرون خودم ادیتامو میزنم. آره. یه هفته آقا ما چیکار کردیم اونجا کار کردیم. اونجا هم حقوق تو حساب کردن دیدن یه تی آوردی یه لیوان آوردی با 2 تا سطل خارجی. واقعا 2 جا کار کردم و حقوقی نگرفتم. بعد من بگم مامان میذارف تو حرف بزن چی می‌خوای؟ یه روزم من اومدم به چی گفتم یادته توی دفتر فیلمسازی بود توی محل کارم دیگه. نقش اول تو گفتی اگه مامان به من نقش اول میدم من میام. گفتم مامان بیا بریم خیلی سفارش کردم و فلان میخوان تو رو ببرن تو فیلم بازی کنی. سریال چی بود؟ خوشنام. خب
بعد هیچی این همون جایی بود که هی خسته میشدی خسته نمیشدی. آره همینجوری داریم میریم جلو. بعد چی میگفت؟ نه میگفت ماما من اگه توی فیلم برم قشنگ اونجا دیده میشم، بعد همه میان سراغ من. فکر می‌کنم همتون من 2 سال کلاس جواد عزتی رفتم. جواد عزتی هم رفته بودی؟ من عاشق بازیگری بودم، نشد رفتم یوتیوب. حالا فکر کن یک چیزی اومده برا من به اسم بازیگری. بعد من رفتم با تهیه کنندش صحبت کردم، گفتم اگه میخواین، خب اونجا چیز بودن دیگه پیش ما کار میکردن، گفتم اگه میخوای پسرم بیاد با یه نقش خوب بدی. گفت ببین چیزو میشناسی؟ هومن حاجی عبداللهی. گفت هومن حاجی عبداللهی سهیل قرار روبروی هومن حاجی عبداللهی بازی کنه. گفتم چقدر خوب و اینا، اومدم براش کلی سوال، آره بیا برو، حیف این موقعیت از دست نداد. گفت باشه. بعد بهش گفتم بیا برای تست. سوال رفت تست و بعد گفتش که فلان لباس چی داری با خودت بیار. هی سوال میرفت میگم مامان چرا به من فیلمنامه نمیدن؟ مامان اگه من نقشم مهمه چرا بس هیچ چی نمیدن من حفظ کنم؟ من میگفتم من دیالوگ بدم. آره چرا دیالوگ نمیدن؟ من چرا نمیتونم؟ هیچ چی نیست که حفظ کنم اینا. بعد خلاصه روزش هنرور. آره لشکر. روزش شد. حالا کی هم بود اوج کرونا. یهو روزش شد به سهیل گفتن یه بلوز توسی بردار با خودت بیا سر صحنه. سهیل رفت سر صحنه، من سر کار بودم، یهو دیدم زنگ زد مامان بیا خونه. دیدم سهیل تو اتاق در قفل بسته، موبایل خاموش. حالا از اون تهیه کننده به من زنگ میزد، از اون چیز بود دیگه، بچهای چی میگن تهیه کننده و فیلم بردار اینا همه دونه دونه مونده و صحنه‌شو نصفه مونده بوده. چی مسئله شهر چه صحنه نصفه مونده؟ نه کات داده بودن بغل درخت فقط وای میستاد. میگم من یه صحنه کلا داشتم این برابر نگاه می‌کردم گفتم اومد خب قرار بود حالا بذار از دید من و بابام زاویه نگاه کنم. بعدش همین تیکه تموم شد و شما کرونا گرفتی. 1 ماه من از آقای حمید لولای کرونا گرفتم. اصلا اینو بگی بهش میخنده. حمید لولای صحنه منو دید شلوارش کشید پایین، به خدا به جون سوال تو صحنه فیلم برداری بچه‌ها میخته بود. ما شلوارش زیرش پیژامه بود. شلوارش کشید من همونجا کرونا گرفتم. همونجا گرفتم. هیچ کار نکردم. همونجا حمید لولای اصلا گرفتم. بعد گوش کن حالا صحنه رو نکن. من گفتم حاجی از قبل برمیگردیم از دید من گفتم حاجی بازیگر شدم، اومدن دنبال منو ببرن که بازیگری، ون اومدن دنبال منو، رفتم من بردمت میدون آزادی اونجا سوار یه ون شدی رفت. یادت قشنگه من گفتم اومدن دنبال من با 3 تا هنرپیشه توش بود. من بازیگر اصلی ام، گفتم با من خفنم، من بغل حمید لولایی در بازی کنم. حاجی رفتیم اونجا گفتن که بازیگرا بیاید صف شید اینجا، بازیگری اصلی بفرمایید، صبحونه املت فلان و اینا. من اومدم برم و اینا، گفت نه شما تقریبا بالا شما یه دقیقه بشین اونجا، آقای لولایی بیاد املتشو بزنه، خانم فلانی بیاد سوسیس تخم مرغشو بخوره. از همه دیدم پرسید تو چی میخوری؟ اون گفت سوسیس تخم مرغ. من آماده کرده بودم خدایا سوتی ندم بگم املت، اصلا نپرسیدم. من یه دونه آب جوش گذاشت گفت بفرمایید صداتون چیز کنید. آقا اینجا هیچ. گفتم حالا چون من اول کارمه به من نگفت قصابونه بخور. هنوز باورت نمیشه. هنوز گفتم بابا نقش اصلی ام. بعد یهو گفتش دوبار با بازیگرا لطفاً برن بالا لباس عوض بکنم. من اومدم قاطی با حمید لولایی اینا، الا حمید و عباس شمشیدی اینا بالا، برم بالا لباس عوض کنم. گفت وایسا کجا؟ دومی مارج الان گرفت. عضله پام گرفت. این دومین بار. اون کجا؟ گفتم برم لباسم. گفت نمیشه اونجا دارم بازیگرا چیز میکنن، شما همین پایین عوض کن. این دومین بار. سومین بار بازیگرا بفرمان دیالوگاشونو کار کنن. اینجا گفت سیاهی لشکرا برن پایین. نقش یه نفر دیگه رو تو رو از گرفتن دادن به یه نفر دیگه، چون کارگردان عوض شد. حاجی اینو گفت، من اومدم برم بالا، دیالوگ نداشتم، هی میرفتم به کارگردان گفتم حاجی من دیالوگمو بگید با من ببینم چی بگم. یهو اونجا گفت شما، گفتم خانم ستوده معرفی کرده، من پسر خانم ستودم. خانم ستوده کیه؟ بعد یهو آبدار چیه؟ اومد گفت بعد داشت سوال چطوری فلان و اینا.
بیا برو اینور. منو فرستاد از سیاوشگر. اونجا فهمیدم اونجا هم بگو تعریف کرده بودی برای من. ماما یارو اومده بود ذوق می‌کرد یه تیکه درو باز میکنه، مثلا یه تیکه فیلم بازی کرده. هنرورا یه کار کوچیکی انجام میدادن ذوق میکردن، ولی تو برای این نرفته بودی. آقا این بنده خدا سیال من خوبه با من گفتم تو می‌خواستی بری اونجا ببیننت برای یوتیوبت خوب بود. تازه برگشتم من گفتم یوتیوب تو بذاری کنار و فلان و اینا. آره هدفش همونجا به من زنگ زدی گفتی بابا من دیگه نمیتونم بمونم. نه گرمم هم هست. اونجا نبود به تو زنگ زدم. من یه سکانس گرفتم تو سیاه لشکری. من نمیدونستم سیاه لشکرم چقدره. این به من برگشت گفت حاجی من اونجا فهمیدم سیاه لشکر علاقه سر ریخ. به من گفت برو اونجا تو کوچه این من نگاه کن داد بزن بگو اومدن همه من این دادو زدم. این داشتم مثل گوسفند چش سرم قشنگ یادم این ور اونور میکردم. نه یه گوسفند بود اونجا، نقش گوسفنده بیشتر از من بود بابا. من خواستم قربونیش کنن دیگه همین لالای بیمارستان توی این زمین ها باش پشمم ریخته بود. گفتم چی؟ ولی قبول دارید باید از یه جا شروع. آره خب من آخه تو ذهنم بود. بعد از اینا دیدم ریز بیچیدم اینور اومدم. به من زنگ زدم چی شد؟ گفتی بابا من میخوام بیام نمیتونم اینجا وایسم. چی گفتی؟ گفتم بیا. مرد ببین. گفتم بیا فلان. گفتی اینجا رو من حساب کردم. گفتم اگر دوست نداری بیا. باشه بیا. اومدم خونه ایرپلن گذاشتم. پرونده بازیگری برای اول و آخر بسته شد اونجا. دیگه چسبیدم به یوتیوب. چی شد؟ اونجا چسبیدم یوتیوب با یه سری بچه‌ها شدم مثلا امیر فیودال، امارجی خدا بیامرز، با امیر اسچی و اینا رفتیم تو کار ماینکرافت. اونجا هم نشد. بعد بابا من میبردم ترمینال سوار اتوبوس میکردم میرفت رضوانشهر بچه‌ها ویدیو میگرفتن میرفت اونجا. من همینجا بگم واقعا باعث مانیتایز شدن من امیر فیودال بود. اینا قشنگ یادم امیر فیودال باعث مانیتایز شدن من شد اون قسمت. یعنی من 1000 تومان پر کردم آقا درآمد جور شد. یعنی من بالاخره به یه درآمدی رسیدم تو یوتیوب. ولی قبلش این وسط چی شد که بابای من اجازه داد من این مسیر رو برم. آقا آریا کیوسا یه ماشین خریده بود. من به بابام نشون دادم ولاگشو. بابام گفت واقعا از یوتیوب میشه. آقا من اینو همینجا بگم اگه پدرت نمیذاره این آقا من بهتون نصیحت کسی که پدر خانواده‌ای داریم ویدیو میگیریم پدرت نمیذاره ویدیو بگیری فقط پولو بهش نشون بده. بگو آقا این راه انقدر پول در میاره. آقا خب واقعیت نه آخه واقعیت دارم میگم. من نمیخواستم بهش گفتم متوجه شد چقدر پول در میاره. من فهمیدم که اینو به عنوان یه شغل برای خودت انتخاب کرد. یه شغل واقعا دیگه وایساد مانیتایز شد. حالا چی شد؟ اومد تو ویدیوها. حالا بچه داستان از گیم و ایناش من نبودم. اومدی یه دونه ویدیو گرفتی از اینایی که توی توی فیلم کارتونی ایراد کارو میگیرن. چی بودون؟ انیمیشن ها. نکات ریز انیمیشنی اولیو آوردی. با تو اونو اولی نگرفتم. من یه دونه گرفتم. به خدا گرفتم. اولی با تو اولین ویدیوی من سعی کن نخندی. بعد رفتی اونجا و بعد اومدی به من گفتی بابا نمیشه. کیو میگی؟ همون موقع بود دیگه. تو اومدی گفتی بابا من نمیتونم دیگه ویدیو بگیرم. از کی؟ گفتم چرا؟ ببین من با تو یه چیز دیگه واسم یادم رفت. داستان ورشکستی کینگ هم توی یه دونه پادکست این دیگه خیلی طولانی میشه بخوام بگم. اصلا چرا میتونیم به ورشکستی هم بگیم؟ خیلی الان بگیم. آره. ورشکستگی من اونو بذار اینو برسونم به یه جایی که چی شد دیگه رفتیم و اینا. چون میگم اولین قسمت انقدر حرف هست من نمیدونم بچه‌ها اگه باگ اینا داره تو رو خود کامنت انرژی بدید من یکم این چیزا بیاد بفهمم چه جوری اصلا داستان پادکستمون. آقا ما رفتیم ویدیو گرفتیم با امیرینا. اون موقع گیمینگ نشد. بعد من واقعا یه روز نشستم گریه پشت دوربین. اولین بار که من خالی کردم مامان گفتم نمیشه دیگه نمیشه. گفتم آقا من نمیتونم. من قشنگ یادم یادته؟ این وقت خیلی ناراحت بودی. نشستم پشت میز اینجوری گریه میکردم. واقعا بابام اومد دستشو گذاشت پشت. واقعا دارم میگم گذاشت اینجا. گفت چیه؟ گفتم بابا من نمیتونم دیگه میخوام برم سربازی.
گفت دوربین روشن. گفتم چی میگی؟ گفت باورم نمیشه. من بابام رفیق بودم ولی این همه زحمت کشیدی، زحمتاتو من میدیدم دیگه. میگفتم چی شده یه دفعه استوب؟ من اصلا مگه میشه این عاشق این کاره؟ یه دفعه اومد گفت نه، من پیش ذهن خودم گفتم که تو رو یه مقداری از چیز طرد کردن، پیش خودم این حسابو کردم. آره گفتم این بچه احساس تنهایی داره میکنه. آخه نمیگرفت، نتیجه نمیگرفت. هر کاری میکردی نمیشد. ویا چند تا بود؟ 1000 تا 2000 تا نبود. 2000 تا 1000 تا به زور تا 800 تا 1000 تا با 1000 تا حساب 1000 تا ویو داشتم. 1000 تا ویو داشت. بعد داداش گفتم نمیشه. بعد بابا اومد گفت دوربین رو روشن کن بگیریم. داداش من پشمام ریخت. گفتم بابام اینو داره میگه. اصلا بابام گفتم تو این بادیا نیست حاجی. اینو گفت واقعا همون لحظه گفتم چی بگیریم، سعی کن نخندی بریم. اولین ویدیوم با بابام منی که ویوم 1000 تا بود 10000 تا ویو خورد. منو میگی حاجی دیگه گرفتم دیگه سعی کن دیگه گرفتم دیگه حاجی گرفتم. چند تا در میون با من میگرفتی؟ چی؟ با من چند تا در میون میگرفتی؟ آره من مثلا 2 تا خودت میگرفتی یه دونه منو میآوردی. بعد 2 تا خودت میگرفتی یه دونه منو. بعد دیگه گرفتیم و یهو یه چیزی اومد تو ذهنم. گفتم یه حرکتی بزنم حال کنم مخاطب. شروع کردم ریاکشن رپ گرفتم. ریاکشن رپ گرفتیم و دیگه بابام یه F14 داشت منو میزد و اونجا گرفت و این شد داستان راه افتادن. اینجا تمامش بکنیم که قسمت‌های بعدی هم خواستیم صحبت بکنیم جا داشته باشه چیزی که میخوام بگیم. ولی من میخوام اینجا یه ورشکستگی رو واکنم. ورشکستگی بابا رو. آره. من زمانی که اینجا مسکن داشتم بچه‌ها توی اکباتان فاز 2 من آژانس مسکن اومدم از ژاپن که اومدم. ژاپن چی شد آخه من افتادم تو مسئله یوتیوب؟ دلیلش یکی از دلیل اصلیش ورشکستگی تو بود. یه روز با هم دیگه صحبت کردیم یه مقداری. سهیلم چون بزرگ شده بود باش درد و دل کردم. گفت بابا ناراحت نباش. گفت من یه کاری میکنم که وضعمون خیلی خوب باشه. 18 سالم بود. 18 سالش بود. بعد نه تو خیلی، من اینو میخوام بگم حالا اونو میگم، تو خیلی پولدار بودی. ما خیلی پولدار بودیم. خیلی. چجوری بود زندگی؟ اون موقعی که هیچکی خونه نداشت بابا 2 تا خونه داشت، مغازه داشت. 3 تا مغازه داشت. من اولین خونه‌مو سر بیمه گرفتم. 2 تا هم آپارتمان تو همینجا رو با تو زندگی چطور بود؟ من که ازدواج کردم خب 2 تا خونه داشت دیگه، یه مغازه. بعد ازدواج که کردیم یه دونه خونه رو فروخت، یه مغازه خرید. یه مغازه خرید توی اکباتان. آره. بعد خیلی خوب بود، همه چی خوب، عالی. رفتم آژانس مسکن تأسیس کردم. اون موقع اصلا آژانس مسکن نبود توی اکباتان. یعنی مثلا یکی از بهترین بنگاه بود. شاید خوبش میرفت. اسمش مسکن گذاشتم. 3 تا مشاور یه نوبی. چقدر مثلا اون موقع مایی در میآوردی؟ به اندازه نصف درآمد تو الان. خیلی خوب. یه خونه میفروخت. آره تو اکباتان. خب اصلا من هفته 2-3-4 تا معامله داشتم. همه مسکنیای فاز 2 منو با تیر میزدن. مشتریاشون همه رو دلال. کارم این بود دیگه. حرفه‌ای. میگم جوونم بودم. چند سالم بود من فکر می‌کنم؟ نمیدونم. 31 سال. خب یه دفعه اومد زد. خب نه یه دفعه زد به سرم. میرفتیم پولاش. من یه چیزی از پولداری بابام انقدر یادمه. میرفتیم خونه فامیل، من میدیدم طرف PS2 داره. اون موقع اصلا PS2 هر چی می‌خواست براش بابا میگفتم ببین نمیگفتم بخرا. گفتم بابا چه باحاله. به خدا فرداش اخواب بیدار میشدم PS2 خریده بود برام. همینو هی فکر کن PSP بود، ماشین بود. 4 سالگی گوشی اسپایدرمن داشتی یادته؟ من 5 سالگی گوشی موبایل اسپایدرمن تو ایران نبود، بابام از ژاپن واسم آورده بود. انقدر پولدار بودیم. بعد چی شد؟ بعد دیگه من تصمیم گرفتم مغازه رو بفروشم. آفرین. خب مغازه رو فروختم، گفتم بذار ارتقا بدم خودم دیگه. رفتم یه زمین گرفتم توی شهریار، جواز 8 واحد آپارتمان گرفتم. خورد به زمان رکود یکی از چیزا بود، اومد چیز کرد. احمدی نژاد داره. اسم دیگه اون اومد. خونه‌ای که من ساختم روی طبقه اول از من متر 1 میلیون تومان می‌خریدن. بعد اینکه تموم شد اولیو 1.8 شروع کردم. اون همه خرج کردم 400 هم نمی‌خریدن.
یعنی تو 1 میلیارد هزینه کرده بودی 400 میلیون می‌خریدن. تو پیش فروش هم کرده بود. یه دو تا میگم پیش فروش هم بیشتر از اون موقعی بودی که آماده اینجوری شد داستان ورشکستگی کلا دیگه هر چی من داشتم اونجا خونه رو کامل می‌کرد دیگه. چند تا پیش فروش کرده بود. مجبور شدم پیش فروش هم بفروشم که زندان نرم. بعد فکر کن یه دفعه تو اون وضعیت منی که تو پره قو بودم بزرگ شده بود. مامانم یادم بهترین زندگی از این خونه ها بودیم که با رفیقاش میرم من رفیقام یه خونه بزرگ اصلا این فیلم ها دیگه یه خانواده رویایی تو فیلم ها. این برای زندگی همه پیش نه 100% همینطوره. اصلا فدای یک تار سلامتی شما دوتا یک ببین دنیا میارزه به این داستان راحت باشه شما. ولی اینو من میخوام ما بچه من به بابا مامانم گفتم این ویدیو خانوادگیه آقا خیلی راحت بذاره تو گوشتون. فقط من دوست دارم اینجا فقط حرف بزنیم فقط مامان یه چیز خانوادگی 2 تا تجربه خیلی حالا این چنل کار داره. یه چیزی من بگم ماما میگم خدایش مردی شرمنده زن و بچه‌اش نکنه. بابا افسردگی گرفته بود قصه میخورد که میدید خب یه دفعه از بالا اومده پایین. بعد از این تاسیای سکه‌ای هست خیلی سخت بود. بعد من همش میگفتم یه کاری کنم که مثلا بتونم یه ذره از قصه‌های این بردارم. خب من خودت گفتی قبلش برو بگرد فلان من رفتم دنبال کار دیگه. اونجا بود که رفتم دنبال کار. من هنوز نمیفهمیدم شروع کردش من هنوز نمیفهمیدم چی شده. یعنی من اینجوری بودم هنوز فکر می‌کردم مثل قبل داریم ببین قشنگ میفهمیدم. هنوز بچه بودم نمیدونستم چیکار باید بکنم. هنوز میگفتم من اینو میخوام من اونو میخوام من اینو میخوام من اونو میخوام. حاجی بعد دیدم مامان بابام هی میرن با هم صحبت میکنن هی حرف میزنن. من فهمیدم تازه چی شده. کی فهمیدم که خونمونو دادیم. ما یه خونه بزرگ داشتیم خونه بزرگه رو دادیم. من قشنگ یادم ما هر چی داشتیم میخوردیم اون موقع مامان از پسندازا بود. تلاشو این زن فروخت تلاشو فروخت هیچی نداشتیم ما واقعا. اومد اینجا من میگفتم آجی چی شده تازه فهمیدم. آره حامی که خیلی داشتیم خانواده هم واقعا کمکمون کردن واقعا دارم. اومدیم اینجا و اونجا من تازه فهمیدم مامانم رفته سر کار. خرج 1 سال زندگیمون 2 سال مامان بیشتر خیلی زحمت کشید. بعد حاجی من یادمه بغضم گرفت به خدا دل کن بابا گذشته دیگه ساله. اصلا جدی آخه میومد مثلا قشنگ یادم مامانم میرفت سر کار نمیتونم خیلی زحمت کشید. یه روز اومد گفت دوربین میخوام. من موقع 3 تومن 4 تومن گرفتم. بعد بهش گفتم که سهیل نمیتونم 10 تومن بود دوربینه راست یادته؟ گفتم نمیتونم سهیل ولی یه کاریش میکنم برات. اولین دوربینمو خرید برام. آره. بعد حاجی من یادم مامانم میرفت سر کار بابا غرور داره مرده بابا. اومد بهم گفت سهیل من خجالت میکشم مامانت میره سر کار پول ندارم. حساب کار میکرد بابا اون موقع. یادمه حاجی گردنش درد میکرد میرفت حساب کار میکرد. میومد میگفت حاجی من خجالت میکشم مامانت میره سر کار. بعد خوب بود با سهیل من حرف خیلی حرف میزنیم من رو. بعد میگفت خجالت میکشم مامان میره سر کار. همه اینا میگم همه این حرفا جمع شد توی مغز من و تازه این نصف مسیریه که رفتیم. من توی این راه یه سری فراز و نشیب باز داشتم. من دوره ریاکشن ویوم دوباره حساب خورد و اونقدر باز درآمد نمیداد بهم. خیلی عجیب غریبه این داستانی که میخوام بگم واقعا عجیب غریبه. من پدر مادرم شروع کرده بودن تنش ایجاد شده گفت تو هر خونه‌ای هست. سر چی؟ سر اینکه من اونقدر پول چندان زیادی به من نمیداد که هرچی مامانم میخواد براش بخرم هرچی مامانم میخواد پدرم براش بخره و اونقدر پول نبود چون ویوم دوباره افت کرده بود رسیده بود به 20,000 تا درآمد اونقدری نداشت اون موقع.
یه شب بابامو کشیدم پایین تو پارکینگ، دوتایی با هم صحبت بکنیم. این خیلی چه شب عجیب غریبی. واقعا میتونم به جون کینگ سولبا داره سیخ میشن دارم اینو بگم. موت سیخ شد، موی تنم سیخ شد. حاجی رفتیم پارکینگ دوتایی با هم حرف بزنیم. خیلی درگیر شده بودن ما هم بابام، سر پولم بودش همش. به بابا گفتم من بابا اومدم با تو درد دل کردم، ترکیدم. من همینو میخوام بگم. گفتم بابا چی شد؟ ما اینو تو هم فکر کنم نمیدونی. نه الان دارم میشنم. اولین باره بعد از من. گفتم بابا چی شده؟ هیچی نمیگفت حاجی. من پرام ریخته بود، نگاه میکرد فقط. میگفتم بابا چی شده؟ گفت هیچی، اوکی میشه. گفتم بابا بگو چی شده دیگه، من مگه پسر نیستم؟ خاک تو سر من که نمیتونم دوتا کلمه حرف نمیتونی من بزنی. بگو چی شده؟ چرا اینقدر با ما دعوا میکنی؟ چیه مگه بابا؟ چی 2 دقیقه من چی کار دیگه باید بکنم که نمیکنم و اینا. یهو بابامو دیدم داره گریه میکنه حاجی. اصلا من اصلا پرام ریخت. گفتم بابا در نمیاد، نمیدونم هر کاری میکنم خرجمون در. با ماشین کار میکردم دیگه، هنوز با اسنپ کار میکرد، با ال90 تو اسنپ کار میکردم. گفتم دیگه نمیشه سهیل، نمیدونم چی کار بکنم واقعا. گفتی نمیشه چیه؟ ما با هم داریم کار میکنیم بابا. فکر ببین اونقدر واقعا نمیداد که بخواد خرج هزینه چیز در شده بود. من هزینه داشت ویدیو و هزینه ویدیو رو بگم خرج افتاده بود گردن من. چرا؟ چون خودم این کارو کردم. خودم به بابام گفته بودم من. بعد بابامو دیدم یهو زد زیر گریه تو پارکینگ. داداش یه صحنه من رمانتیک. بابا گریه میکرد، من گریه میکردم. بابا گریه میکرد، من گریه میکردم. چرا به من نگفتی؟ اصلا نمیتونستیم بگیم. یهو بابا میگفت نمیشه، من میگفتم چرا نمیشه؟ بابا من هنوز مونده وسط کارم. بابا مگه خدا رو قبول نه؟ به خدا بابام داره جلوم گریه میکنه. خدایا بابام داره گریه میکنه. حاجی قوی ترین مرد زندگی آدم جلوم داشت گریه میکرد. یه لحظه مثل فیلم ها رو کردم خدا. گفتم خدا بابام داره گریه میکنه، من میخوابم. به جون بابام همین اتفاق افتاد. میخوابم فردا میشه یه کاری کنه زندگیمون از این رو به اونو بشه. یهو رندوم رفیقم زنگ زد. این بعد ریاکشن ها، داستان ریاکشن هم که دیگه میگم الان میدونم. بعد ریاکشنه، بعد از این که امیر تتلو کامنتی کرده بود اونجا یه هول خیلی بزرگ، یه کمک بزرگی امیر تتلو کرد که هیچ وقت من یادم نمیره. کامنتی کرد و ساو گرفته بودیم، دوباره ریزش کرده بود. فردای اون روزی که گفتم خدا میشه من بخوابم زندگی، رفیقم آریان زنگ زد گفت پاشو بریم گرگان. بریم شمو حسن. حاجی رفتم میشه شمو حسن شروع کردم. اولین ویدیوهای ولاگ اینجوری گرفتم. حاجی ویوم یهو از اون افتاد رو ریل. این که یه فردای همون روزی که بابام جلوم گریه کرده بهش قول دادم یه کار میکنم تو و ماما خوشبخت‌ترین آدم روی زمین بشید. فردای روزی که خدا خواستم مامان من هر چی میخواد بهش برسه، بابای من هر چی میخواد برسه، من یه کاری کنم این دوتا هیچ نیازی نداشته باشن، رفتم یه ویدیو گرفتم گذاشتم 100,000 تا خورد. اینجوری شد 100,000 تا خورد. از اون روز به بعد هر ویدیویی گذاشتم ولاگ اینا زیر 100,000 تا نخورد. سوال تو یه خاصیتی هم که داری اینه که چنج میکنی. آره. روی یه لاین نمیری. من ریاکشن میرفتم. ببین اینو میری امتحان میکنه، میبینه داره یکم خیلی حس هوشش سوال قویه. نه بابا خیلی ایمان دارم من بهش. میبینه که اونجا داره افت میکنه، مثلا 3 ماه دیگه میخواد افت کنه ها، از همین الان فکر میکنه میره توی یه لاین دیگه که 3 ماه دیگه یه جایگزین داشته باشه اون ایده‌ای که میخواد بعد بیاد اجرا بکنه. نمیخوام همه چی رو توی این پادکست بگم، خیلی شب قاطی شد. شاید میگم من بی تجربه اولیش قول میدم راه بیفتیم. یه خلاصه گفتم، هر چیزی که کامل‌تر باشه رو قسمت بعد 100% میگم، ولی خلاصه اون شب هیچ وقت یادم نمیره دیگه. ماما من به گفتم این کارو میکنم، از اون شب به بعد افتخار یک بار واقعا مشکل خیلی بزرگیه دیگه. واقعا
پول خیلی مشکله. سهیل قبول داشتن خدا خیلی مهمه. من که خیلی گفتم خودت اوکی کن دیگه. اصلا خدا ببین فقط این مورد من همیشه میبینم تو واقعا یه جا که میمونی اول آخر خدا. انشالله هیچ پدری شرمنده خانواده‌اش نشه. انشالله هیچ خانواده‌ای حال دلشون بد نباشه. انشالله همه جیبشون پرپول باشه. سفره ها رنگین. انشالله همه حال دلشون خوب باشه. حال دلا خوب. خدا همه پدر و مادرها رو بیامرزه که دیگه نیستن پیش خانواده‌شون و خدا کنه بچه‌ها هر چقدر زحمت میکشن موزشون. ان بچه‌هایی هم که مشکل دارن با خانواده‌هاشون، مشکلاتشون، پدر و مادرایی که مشکل دارن با خانواده‌شون، بچه‌هایی که مشکل دارن با خانواده‌شون. بفرمایید. بیرون که سوال میکنن بچه‌ها میگن بابام فلان و اینا چرا نمیاد نزدیک نمیشه. سهیل به من نزدیک شد. بچه‌ها شما بعد نزدیک پدرتون. سهیل به من انتظار نشه پدرتون نزدیک بشه بهتون. ببین پدرها بلد نیستن، نمیدونن چی کار بکنن. من یه مقداری اون چیزایی که خودم انتظار از پدرم داشتم اون موقع پدرم شاید نمیدونه چجوری با من رفتار بکنه، اونا رو من یه دستی سر روش کشیدم با سهیل اونجوری برخورد خیلی خوبه. پدرام سهیل اومد طرف منم رفتم طرفش، نتیجه شد. من نوکرتم میگم ایشالله همیشه جیبتون پرپول، هیچ پدری شرمنده خونه‌اش نشه، همیشه سالم سلامت باشین و خدا رو شکر که همچین خانواده‌ای دارم. من چقدر حالم خوب شد. دوست دارم اینو. به خدا. همه چی بستگی به همت شما داره دیگه. آره نظراتتون رو بگید. تا یه بشینیم دیگه. خیلی مخلص.